همداران عزیز سلام علیکم. 24 می سال 2025 قرار داریم در دهه خرمزمینی نوحه دنغره و شما باغ زمانوی گیلاس نوع سکینر رو نشون میدم. من همین گیلاسی که میبینید شکل نشونامه‌اش خوب است، عروسک باری کلان شده رفته شده است. گیلاس نوع بهترین سکینر میباشد که در تاجیکستان نو داخل شدگی است. این گیلاس بالای 5 هکتار است، بالای 5 هکتار است. نهال ها و ببینید نشونامه‌اش چقدر خوب بهترین است و با آب قطرگی آب داده می شود. محنت‌های زیاد کرده، پول بسیار صرف کرده با یک امیدی که تاجیکستان رو آباد کنیم، بازار تاجیکستان رو تامین کنیم، ارزانی کنیم در تاجیکستان. برادر ما اکمون منم خیلی بالای 10 هکتار اول سیاه‌آلو 5 هکتار من گیلاس کرده که با در فکرشون هست که با بسیار تر کنیم. منم خیلی بینید چقدر گیلاس زورهای زور کردم، چقدر بنهایت من علفش رو از ما درو کرده ایستادن به این نمیشود، این دویم پوری علف میشود چون که آب میتیان. این نهال دکبر سال 2023 شنوندم، راسو 1.5 سال شده است، 1.5 سال شدگی شنوندگی. این سال این خداخواه نمی قدر میشود. این یک قسمش علاقه گلخونه دارد فریدون، بله ده گلخونه دارد. سال آینده فکری من که علاقه نشونه میتید سکینر رو میبینیم. من این تیرما خدا خواهد از اینو پیوند برده میزنم، پاک پیوندش رو در ورزوب تیار کرده هستم. با کدام از همین سکینر در کار از من میتونید زکاس کنید. من تیار کرده در مدت 1 سال به شما تیم. این سال زنم، سال دیگه 25 پیوند کنم، 26 ماه دکبر میتونم تیم. آنم درون عزیز همه کسا دست جمعانه بود باید وطن رو آباد کنیم. این زیباگی رو میبینید، اینجا یک چولی ملک بود، اینجا چولی ملک بود. همین خاص و خور و خاص همین یک زمینی بود که قمیش بود. اما شما ها قمیش نشون تید، اما قمیش بود و انا تید من نشون تیم نزدیک کردم. همداران عزیز این یک زمین بود که اکای میرالی ما به نهایت سخت خدمت کرده. من همین آنم که قمیشزور رو با آنم که باغزور بهترین مبادل کرد. همداران عزیز کنی چی گفتنی دارید نویسید، سخنهای خوب فقط نویسید، گندگی از سگ و پیشک ماندگی. انا همداران عزیز در پناه خدا باشید. باغ‌ها رو باید آباد کنیم، صاحب پول شویم، دیگران را صاحب کار کنیم. من هم خیلی آب‌های قطرگی رو استفاده بریم. دیدید آب قطرگی رو، هر یک از آب قطرگی گذشتگی، حاضر جهان با آب قطرگی گذشتگی. در پناه خدا باشد. خدا نگهدار شما باشد.